فکر هیچ ارتباطی با عشق ندارد. آنچه مربوط و وابسته به فکر است میتواند به وسیله فکر درک و شناخته شود، ولی چیزی که خارج از حیطه ارتباط فکر است در ظرف و قلمرو فکر نمی گنجد. خواهید گفت در این صورت عشق چیست؟ عشق حالتی است که از بودن که در آن فکر مفقود است و هر گونه تعریف عشق نیز به وسیله فکر است و بنابراین آنچه تعریف می شود عشق نیست. ما باید خود فکر را بشناسیم، نه اینکه بکوشیم تا از طریق فکر به عشق دست یابیم. نفی و انکار فکر نیز منجر به تحقق عشق نمی گردد. رهایی از فکر تنها زمانی ممکن است که ماهیت و معنای آن کاملا و عمیقاً شناخته شود و برای این کار خودشناسی به معنای واقعی آن لازم است، نه وانمودها، خودنمایی‌ها و مشغولیت‌های سطحی و بیهوده. مراقبه که یک جریان نو و خلاق است لازم است، نه تکرار. آگاهی لازم است، نه تعریف و توصیف. بدون آگاهی نسبت به فکر و تجربه واقعی شیوه‌های عمل آن عشق نمی‌تواند باشد. بیهودگویی و نگرانی. بیهودگویی و نگرانی شباهت غریبی با یکدیگر دارند. هر دو محصول یک ذهن بی‌قرار